سلام، من معلمین هاشمی هستم. با یه قسمت جدید از استیشن 37 در خدمتتون هستیم. قسمت سوم. در خدمت دو تا دوست عزیز هستیم. یه معرفی داشته باشیم. سلام، آشمز هستم، دانشجو دانشگاه صنعتی شریف. خب دیگه در شهر معرفی. خب پس شما هم یک معرفی داشته. سلام، کشی هستم، همون چیزایی که آشمز گفت. به نظر خب آشمز و کشی رو شاید به اسمهای آشمز و کشی بشناسید، ولی اما واقعا آنها کی هستن؟ علیرضا کشاورز هستم. جدی؟ آره. یه سید تو یه سید داشتی به نظر. تو سید امیر محمد شاهرضایی. یه تاش نداشته؟ امشز نوشته میشه ولی آشمز تلفظ میشه. من این مشکل رو از ابدیت تا آخریت داشتم حقیقت. شاید باورتون نشه، من همش این بنده خدا رو میگفتم آشمز. بعد این صدر دشتی 30 بار تا حالا به من گفته که آقا این اسمش آشمز نیست، امشزه. امشز می نویسم. بعد من امروز میخواستم صداش کنم، میگفتم آقا بگم امشز بگم آشمز، چی بگم درسته؟ که فهمیدم آجی آشمز درسته، یعنی امشز می نویسم. ولی اولش خودم امشز می نوشتم، بعد یکی از بچه‌ها فکر کنم ارشی عطایی بود اولین بار گفت آشمز، دیگه همه افتاد تو دهنشون. عجب. تو که دیگه کشی دیگه. من آره. کشی رو دیگه به یه شایعاتی هست که من هفتم چون لپام خیلی کش می اومد کشی شدم، ولی دروغه. من از کلاس دوم کشی صدا میکردم. کشی بوده. نه، یه دوستی داشتم یکم شعر میخوند و تو زبانش افتاده بود کشی کشی مثلا آواز میخوند، یا بعضی وقتا کشا هم میگفت ولی کشی کشی جا افتاد. جالبه. چه نوع شعری میگفت؟ فقط میگفت کشی و تکرارش میکرد. بسیار عالی. در خدمت کشی و آشمز هستیم. جفتشون از دانشگاه صنعتی شریف، مهندسی کامپیوتر. دانشگاه لعنتی شریف. به نظرم مدال چی دارید دوستان در المپیاد؟ طلای کشوری. طلای کشوری؟ طلای جهانی. بابا راستش گفت دیگه یه دونه طلای کشوری داریم. یه ذره پس رقابت داریم بین دوستان. گفتش که بذار من بگم که طلای کشوری دارم، ولی به جز طلای کشوری و طلای جهانی یه سری مدال دیگه هم داری ندارید؟ نقره APIO. خب و بالاتر شدن از یه اسرائیلی. خیلی نکته مهمی. من ندارم حقیقتا. من API رو ندادم، یعنی اشکال API رو دیدم سالش تکراریه و رها کردم. خب من حقیقتا سوالی که ازتون داشتم این بود که شما امسال قرار بود برید یه جایی، مثل این که کنسل شده بوده. خب اول از همه بیاین شروع کنیم ببینیم اصلا کجا بوده. خب چه جوری شما رفتید اونجا؟ یه آدم اگر از صفر، از منفی بخواد پاشه بره اونجا چیکار باید بکنه؟ خب و یه ذره در این باره با هم صحبت کنیم. کدوم جا رو داری میگی؟ ما داریم درباره ICPC صحبت میکنیم. خب دوستان بگید ببینم که اول یه ذره درباره جریان ICPC تون بگید که چه جوری است و چگونه است. جریان ICPC اصلا ICPC چیه؟ ICPC بفرمایید. المپیاد دانشجوی جهانی. مسابقات المپیاد دانشجوی جهانی. بعد یه ذره پایین ترش بیایم چی میشه؟ به طور خاص میشه مسابقه برنامه نویسی دانشجویی که با تیمای 3 نفره تو شرکت میکنن. احسن. پس تیممون هم باید 3 نفره باشه که من حالا یه سری داستان دارم در این باره. بعد امسال شما چه اتفاقی براتون افتاد؟ امسال قبول شدید؟ ما کوالیفای شدیم امسال و امسال ICPC توی مصر برگزار میشد و یه موردی هم بود به خاطر کرونا ICPC هی کنسل میشد و امسال قرار بود 2 دوره همزمان برگزار بشه چون که کنسل شده بود. و مصر معمولا به ایرانی‌ها ویزا نمیده. اگه کسایی که میدونن مصر روابطش با ایران وجود نداره و به ایرانی‌ها ویزا نمیده. خیلی عجیبه ولی واقعا هست. یعنی هیچ کس فکر نمی‌کنه که آقا مصر چرا باید مشکل داشته باشه با. می‌خوای یکی از دلایلشو بگیم؟ جدی؟ بگو. من حقیقت خودم هم نمیدونم. یه رئیس جمهوری داشتن، اسمش رو یادتش نه اسمش یادم نمیاد. آره حالا خلاصه این توی مراسمی یه تانکی برمیگرده شلیک میکنه و این ترورش میکنه. جدی؟ یا آقای به نام خالد اسلامبولی.
خب بعد ایران چیکار میکنه؟ ایران چون مشکل داشته با مصر که فکر مشکلاتش هم برمیگرده به زمانی که شاه رفت تبعید شد تو مصر. خب اونجا هم دفن شد و رابطش با اسرائیل مشکل داشت ایران با مصر. بعد یه خیابون رو اسمشو میزنه خالد اسلامبولی. این رسما حمایت عجب. بسیار عالی. بعد این مال چند سال پیش میشه؟ یعنی حدوداً 40-50 سال پیش یا نه کمتر 20-30 سال پیش نمیدونم دقیق چک نکردم ولی 30-40 سال فکر کنم. ها یعنی پس ما یه مشکل 30-40 ساله سر اسم‌گذاری یه کوچه داریم. آره عجب. من نمی‌دونستم حقیقت اینو. فکر کنم خیلی رندوم مثلا مشکل دارم. اگه جاتون رو لو بدیم اشکال نداره. مکانمون نه لو رفته. ولی جالب بود من نمی‌دونستم. بعد آره پس خلاصه که مصر بهتون ویزا نداده و شما بعد از 2 سال اسپویل کردی هنوز کلی ادامه داشت. حالا نه بگو ببینم چه توضیحاتشو بگو. ICPC قرار بود که باشه آبان 1402. خب و همه چی داشت طبق برنامه پیش میرفت و ما کلی کانتست میدادیم، کلی تمرین میکردیم، حسابی آماده بودیم تا اینکه یه روزی 2 هفته قبل از موقع آزمون گفتن که حتی اینو اول نگفتن، اول فهمیدیم که بین اسرائیل و فلسطین جنگ شده دوباره و بعدش گفتن که ICPC لغو شد و میره رو هوا تا وقتی که اعلام کنیم که برگزار میشه. بعد 1-2 ماه بعد رو هوا همینطوری بود. حالا گفتن که بعد 1-2 ماه اعلام کردن که حالا حدودای عید بود دیگه تاریخی که اعلام کردن، فکر کنم دقیقش میشه 14 فروردین، همچین چیزی بود یادم رفته حقیقتا. و ما خودمون رو امیدوار نگه داشتیم، گفتیم که ما میریم مصر. چرا؟ یکی از دلایلی که امیدوار بودیم این بود که آقای دکتر شریفی که دوستان احتمالاً میشناسن خب امسال عضو ISC شده، ISC IUI ببخشید. و ISC IUI چیه؟ خوبه که گفتی چیه چون واقعا خواستم اینجا بپرسم. ISC IUI اون کمیته علمی مرکزی IUI که کاری که انجام میده عملا انتخاب سوال است. مثلا به عنوان مثال یکی از کاری که انجام میده انتخاب سوالای آزمون و که آقای شریفی هم هد ISC شده و دیگه گفتید آقا ایشون دیگه هست. ایشون رفت یعنی ویزا گرفته بود و ما به استنادی که ایشون ویزا گرفته بود گفتیم خب، و اون موقع حرفاش بود که روابط ایران و مصر داره درست میشه. ایشون از مصر پس ویزا رو گرفته و گفتید یه ایرانی دیگه گرفت، ایرانی رفت دیگه تمام شد و اونجا رفتن تو مصر و کارشون رو انجام دادن و خب برگشتن و ما گفتیم که خب ایشون وقتی که رفتن دیگه ما هم قطعاً شانسش رو داریم. حالا امیدمون رو نگه داشتیم تا اینکه نرفتیم. احسنت. کی نتیجه دادن که آقا کلا قرار نیست برید؟ هیچ وقت. یعنی به این شکل ایمیلش ویزا دادیم همش ایگنور شد. ما 3 تا درخواست دادیم و در مجموع هیچ ریسپانسی نگرفتیم. یعنی ما میرفتیم خیلی طنز بود سفارتش، ما میرفتیم میگفتش که بیاید این کاغذا سفارت نداره، دفتر حافظ منافع اسمش، ولی آره میری میگه که این کاغذا پر کن، پر کردی به من بده، ایشالله ویزا بهت میدن. ایشالله ایشالله اون ایشالله رو حتما بهت میگه هر 3 دفعه ایشالله رو گفت. جدی ایشالله یعنی از هر چیز یزیدانه. آره و گفتش که شمارت هم بالای برگ بنویس، اگر ویزاتون رو گرفتید بهتون زنگ میزنیم و زنگ نزدن هیچ وقت. I didn't get the call. پس خیلی جالبه. پس امسال نرفتید، پارسال هم که به خاطر کرونا لغو شد، پس حسابی ناراحتید از این داستان ها. آره عجب. خب حالا بیاین یه ذره در این صحبت کنیم که کشوریش چیه. حالا اینکه جهانیش بود، خب ما اول بخوایم برسیم به جهانی باید یه مرحله کشوری رو هم رد کنیم قاعدتا. کشوریش چه جوریه دوستان؟ یه توضیحاتی رو اعمال میکنید. اولا که هر دانشگاه یه سهمیه داره، بعد میخوان انتخاب کنن اینجوری که هر دانشگاه یه مسابقه انتخابی بین خودش میگیره، 4 تا تیم میفرسته، شاید هم کمتر. بعد یه مسابقه هست اسمش ریجنال تو شریف برگزار میشه. اونجا منتخبای دانشگاه میان کانتست رو میدن، تیم اول مستقیم راه پیدا میکنه، دومین تیمی که
دانشگاهش با اون تیم اولی یکی نیست که این سالا همیشه شریف تیم اول بوده. آره اون دومین تیم میره یه مسابقه سوپر ریژنال میگم بهش. آره مثل اسمش پلی‌آف هم نیست. فوتبال. دقیقاً این اونایی که سوم چهارم میشن تو جام جهانی مثلا یه چیز تو این مایا. 2 سال اخیرم ما ریژنال اونو بعد از سوپر ریژنال برگزار کردیم. آره ایران بی لایک بچه‌ها. بقیه دانشگاه برای سلامتی میان اونجا. خیلی منطقی. واقعا همینه. مثلا شما میرید تو مسابقات ریژنال شرکت میکنید، حالا مسابقات کشوری انتخابی اینا شرکت میکنید، میبینید که مثلا اولیا همه شریفن، بعد مثلا از یه جایی به بعد دیگه بقیه دانشگاه دارن با هم دیگه رقابت میکنن، مثلا حالا هر کی تونست بالاتر بشه میره همون پلی آفه که داستانشو گفتن که 2 سال هم هست پلی آف اصلا برگزار نمیشه حقیقت چون دیر برگزار کردن. آره 2 ساله که کلا ایران بی لایک از اینجور داستانا. بعد آره خلاصه که این ICPC دوستان، حالا سوالاشو ایناش هم یه توضیح بدید که چه جوریه. ICPC تو ایران یه توهمه. جدی چرا؟ شریفی باشی شریفی نباشی ایرانی باشی ویزا نمیگیری. حالا قبلش که دیگه اینجوری یه 2 ساله این اتفاقات افتاده، مثلا کرونا اومده قبلش، بعدش مصر اومده و اینا، قبلش ملت میرفتن. خب اینجوری هم نیست خیلی. ان شاءالله از سال بعدی درست میشه، به خاطر به حول و قوه این پادکست مسئولین میبینن پیگیری میکنن. باید علی صفری رو دعوت کنید بگی که چرا تو این چند سال اخیر هیچ ایرانی هیچ مسابقه‌ای نتونسته بره. آره واقعا اون قول آخر خودش. ولی آره این ICPC حالا میگم یه ذره درباره شرایط آزمون ICPC هم بگید خیلی خوب میشه، چون ما میخوایم یک کسی رو که اطلاعات منفی داره به اطلاعات 100 برسونیم. یعنی باید اطلاعات 100 اطلاعات بکنم. آره. میزان رضایت از اطلاعات. نه اطلاعات منفی داره، میخوایم اطلاعاتش رو به 100 برسونیم. آره اول من این چیزی رو بگم، ما تیممون منو آقای شاهرضایی و علی صفری بود. شاوت اوت توی علی صفری. بله علی صفری. خب و آره داشتم میگفتم که ICPC چطوریه؟ سبک سوالاش واقعا مزخرفه و میدونی که کسی که منفیه همچنان نمیفهمه. راست میگی. آخه چی بگم، سوالای المپیاد مثلا 3 تا سوال هر آزمون و 5 ساعت وقت و سوالا ساب تاسک دارن، یعنی زیر مسئله دارن. شما میتونید که یه سوالی رو حل نکنی ولی زیر مسئله‌اش حل کنی و نمره بگیری. اما سبک سوالای ICPC که به اسم سبک ICPC میشناسنش معمولا حدود مثلا 10 الی 13 تا سوال هر آزمون و اونم 5 ساعت وقت داره، ولی خب 3 نفر از آزمونا و یه لپتاپ. آره هر تیم یه لپتاپ داره فقط. اینکه 3 لپتاپ باشه بیشتر دوست دارید باشه یا نه؟ مثلا یه لپتاپ به نظرتون فرتره؟ تیم بودنش پوینتی نداره، یه لپتاپ باشه تیم بودن بیشتر. من به نظرم آره یه لپتاپ خیلی منطقی تره، ولی مثلا بعضی از آزمونا تیمی هم که برگزار میشه مثلا یهو 3 لپتاپ میکنن، بعد یه ذره اون غیر منطقیه به نظرم. اوناشون خودشون نمیتونن کامپیوتر بیارن واسه تیم بزنن. ولی آره خلاصه که اگه یه موقعی خواستید مسابقه برگزار کنید، ای دوستان برگزار کننده مسابقه، تو رو خدا اگه تیمی میکنید 3 تا لپتاپش نکنید. مثلا ممکنه یه تیمی فقط یه نفرشون بلد باشه یه نفرشون در حال کد زدن باشه، ولی یه تیمی 3 تایی داره کد میزنه، خیلی فیر نیست. و آره دیگه خلاصه که اینو تو رو خدا تو چارچوب بذارید. درباره سوالای ICPC داشتید میگفتید، چقدرش پیاده سازیه، چقدرش الگوریتمیه؟ متنوع، بستگی به کانتسته داره. هم کانتسته هستن که به صورت نورمال اوریج اگه بخوای بگی مثلا 10 تا سوال 2 تا فقط پیاده سازیه. خب باز حالا قاطی میشه دیگه، الگوریتمیک باشه هم پیاده سازی بیشتر باشه، یا مثلا فقط الگوریتمی باشه. فرض کن یکی مثلا بخواد شب کنکوری، مثلا دیدی ملت میرن شب کنکوری مبحث یه چیزایی یاد میگیرن که قویشن. فرض کن یکی بخواد اگه اینجوری ICPC بده باید چه مبحثی رو بیشتر کار کنه؟ هندسه اینو نداشتن جدی. هندسه تو ورد فاینال لول آخرش باشه هندسه زیاد داره و ایرانی‌ها معمولا هندسه کار نمی‌کنن. منم الان این ذره شوکه شدم گفتی هندسه، واقعا عجیبه برام. توی سطح انتخابی چی؟ انتخابی کشوری؟ اونم هندسه که داره
ولی قطعا کمتر داره. بستگی چه لولی باشه. اگه المپیادی بوده الگوریتم رو بلده، فلو یاد بگیره، هندسه یاد بگیره. اگه کمتر بلد باشه چی؟ مثلا نوب باشه تازه از دانشگاه داره شروع میکنه. DFS BFS بانیسرش DP. یه نکته که داره ICPC، مسابقه های ICPC و حتی ورد فاینال خیلی سوالای کلاسیک دارن. یعنی سوالی دارن که اگه مثلا یه آدم المپیادی سوالو میخونه میفهمی که خب این یه مسئله کلاسیک از DFS مثلا. یعنی نکته‌ای نداره، صرفاً واسه اون پیاده سازیش مهمه. یعنی این مسئله های کلاسیک از تگ‌های مختلف زیاد داره تو سوالای ICPC. مثلا الگوریتم رو قبلا دیده باشی، یه 2-3 بارم کد زده باشی باش که اونجا بتونی ازش استفاده کنی. تو ICPC باید بلد باشی به عنوان یه بلک باکس از الگوریتم استفاده کنی. خیلی وقتا تو نمیدونی کد داره چیکار میکنه. یه چیتی میبری، 25 صفحه چیت میبری، کدا هستن. آره مثل فانکشن عمل میکنه دیگه، میگه آقا اینو میذارم اینجا خودش کار کنه. خیلی بتونی که استفاده کنی ازش. مهم توش اون بهینه ترین حالتی که ممکنه یکی زده. خیلی مهمه واقعا. بعد یک سوال دیگه حالا این وسط، فرض کنید که حالا همه این ماجراها هم اوکی باشه، ولی آیا به نظر شما اگر یکی المپیادی نباشه نمیتونه توی این مسابقات بدرخشه در شد بره مثلا تیم بشه؟ حالا تیم هم نشه، کشوری مقام بیاره. بای دی وی اینم نگفتیم که کشوری مقام داره اصلا. به نظرم اینو میگفتیم خیلی منطقی بود، ولی آره به این جواب سادهش اینه که نه. جدی؟ و جواب غم انگیزیه به نظرم. پس به نظر در حال حاضر یعنی المپیادی نباشه نمیتونه. آخه مثلا نگاه کنیم در سالهای گذشته این ببین آره اگه تاریخچه‌شو ببینیم نبوده. خب ولی میدونین مسئله اینجاست یکم نمیارزه حقیقتا، چون توی ایران واقعا اون جایزه وجود نداره واسه این مسابقه. یعنی مثلا ما به عنوان یه تیم که کلی تلاش گذاشتیم تهش هیچی نصیبمون نشد. میتونی بگی اوکی سانسور میشه. آره از دست هم میتونم استفاده کنم. آره و حالا واسه یه مثلا کسی که اون سابقه المپیاد نداشته، چون ما وقتی سابقه المپیاد داشتیم فقط قسمت گرم نگه داشتن یا تمرین کار تیمیمون بود که واسه ما مهم بود، ولی واسه بقیه این الگوریتم خوندنه و یاد گرفتنه و کلی تمرین اون کارهایی که یه نفر تو المپیاد کرده رو بعد توی دانشگاه اینا رو انجام بده و واقعا نمیارزه که توی حالا حداقل تو شرایط دانشگاه‌های ما این کار رو یه نفر انجام بده و مصمم واسه ICPC تلاش کنه. یعنی ولی خب به نظرت قبول داری که میشه حداقل این شانسو داره شدنی هست واقعا که این اتفاق براش بیفته و مثال های هم هست از آدمایی که این کارو کردن ولی پیشنهاد نمیکنم چون واسه ما که تهش چیزی نداره. یعنی میگه ریسک به ریواردش نمیارزه و واقعا ریواردش هم به اندازه کافی جالب نیست واقعا. یعنی به بستگی طرف داری، خیلی اصلا عشقی میخوان الگوریتم خونه حال میکنن. آره ICPC هم یه بهونه‌ایه. آخه ببین واقعا المپیادی بودن یه چیز شانسیه. یعنی مثلا طرف ممکنه که تو دبیرستانش المپیادی نتونسته باشه، مثلا نتونسته بره المپیاد این داستانا، تو این فضا و محیط نبوده، ولی حالا که مثلا اومده دانشگاه دیده آقا مثلا این مسابقات هست، علاقه‌منده و میخواد شرکت کنه. خب و خب 4 سال هم وقت داره، یعنی مثلا طرف کل لیسانسش میتونه بره شرکت کنه. 2 سال به هزینه کل المپیاد 2 سال خونه. ولی خب میگم یعنی اگه طرف علاقه‌مند باشه و بخواد، به نظر من اون زحمت رو میتونه بکشه، ولی زحمتش خیلی زیادتره به نسبت رقباش. یعنی مثلا اکثر رقباش المپیادی ان احتمالاً 90% المپیادی ان، ولی میشه. تو سالهای اخیر تو مسابقه کشوری هر کی دیدیم رتبه خوبی آورده بک‌گراند المپیادی داشت. آره ولی خب ایران بیشتر اینجوری از کشور دیگه خیلی پیش میاد که المپیادی نبوده. منطقیه. کشورهای دیگه زره سیستم‌های آموزشیشون فرق خود دانشگاه هم خیلی تمرکز میذاره رو ICPC کشورهای دیگه. اینجا ولی اینجوری نیست خیلی. بگیر نگیر. نه. مخصوصا دانشگاه خودمونی که حداقل میدونم که اینجوری نیست. واقعا مسئله توانایی نیست، مسئله اون تلاش هستن که میارزه تلاش کنی. یعنی بعد به نظرت خب هوش و اینا چقدر تاثیر داره؟ یعنی اگه مثلا طرف 300% کنه تلاششو، هوشش مثلا در حد یه فرد مثلا قوی المپیادی نباشه چی؟ خیلی اینو نمیتونم، یعنی این مقایسه هوشش به اندازه کافی نباشه، ولی
ICPC حداقل اینطوریه که تلاش خیلی مهم‌تره. تلاش خیلی مهم‌تره تو ICPC. منم به نظرم همینه. تو حالا المپیاد شاید هوش هم خیلی تاثیر داره ولی شاید یکم بیشتر باشه. ICPC به نظرم تلاش بیشتره چون طرف باید کلی سوال زده باشه، کلی گرم باشه و از اینجور چیزا. پس نظر نهایی شما دوست دو تا دوست عزیز، یه لحظه داشتم لال میمردم. آره نظر شما 2 تا دوست عزیز که به عنوان تیم ایران داشتید میرفتید مصر که مصر بهتون ویزا نداده اینه که آقا اگر کسی المپیادی نبوده باشه و دانشجو باشه میتونه سختی بده به خودش، تلاش کنه و به نتیجه برسه. آره خب خدا رو شکر من می‌خواستم همینو ازتون بله. داشته باشم. آره خب بعد یه ذره حالا اون وسط یادم رفت بگم یه ذره درباره مدال‌های کشوری هم میگید که سیستمش چجوریه چجوری نیست، چون یه سریا شک دارن هر سال هم میان میگن آقا نمیدونم اینجوریه تهش هم نمیفهمیم چجوریه. مراحلشو بگیم حالا. اگه مراحلشو بگید که عالیه ولی اون تهش هم چجوری مدال میدنه تو استندینگ. همون مسابقه ریجنال سایت تهران بهش میگن اون واسه ماست و اون اینطوریه که 4 تا تیم کلا تو مسابقه ICPC 4 تا تیم اول طلا، 4 تا تیم دوم برنز بخش نقره و 4 تا تیم سوم برنز میشه. درسته. و این که قانون مدالاشه و همین هیچ نکته دیگه ای نداره. و حالا از واسه چون که توی ورلد فاینال از هر دانشگاه یه تیم فقط میتونه بره، به خاطر همین دیگه مثلا اگر سهمیه این مسابقه ریجنال 2 تا باشه تیم اول دانشگاه میره و تیم اول کل که اول دانشگاهش هم هست، ولی تیم دومی که میره اولین تیمیه که بالاش نزد هم دانشگاهیاش نبودن. منطقیه. ناشمازم تاکید کرد به این موضوع. آره قانونش اینه. بعد چی چه خوبیایی داره چه مزایایی داره مدال کشوری؟ خیلی مزایایی نداره، میذاریم لب کوزه باشه افتخارشه دیگه. و مثلا فرض کن آقا الان یکی این داره میبینه چرا باید به خودش زحمت بده بره مدال کشوری بگیره؟ چه فایده‌ای براش داره در روزمره بجز افتخار؟ نمیدونم آخه بر اپلایش مثلا خوبه، واسه اپلای احتمالاً تاثیر داره ولی من خیلی نمیدونم که چقدر تاثیر داره و بعید میدونم خیلی تاثیر داشته باشه. خب یعنی آره احتمالاً مثلا نمره مهمتر باشه از این. و آره دیگه حالا شاید توی دانشگاه ایران اهمیت داشته باشه، مثلا تو کنکور فلان از اینا فکر نکنم نمیدونم شاید هم داشته باشه. حقیقتا مسابقات ریاضی هم حقیقتا یه بار باید یک شخصی برم مسابقات ریاضی هم صحبت کنم، اونم فکر کنم مدالش هیچ تاثیر نداره. ولی خب ملت مثل این که عشقی میرن حقیقت. آره مگر اینکه شما چیزی بدونید که به نظر شما که حتی چیزی به ما نگفت اول شدید چیزی پولم نمیدن. یعنی چرا پول میدن؟ جدی؟ چقدر پول میدن؟ نمیدونم در حد شام بعدش. خوبه. احسن. خیلی خب پس این بود از ICPC. نکته رو جان انداختیم آیا دوستان از ICPC؟ چرا یه نکته رو جان انداختیم. چی؟ نکتهش چیه؟ نکتهش اینه که آقا یه کسی بخواد اصلا ICPC شرکت کنه باید چی بخونه؟ از کجا بخونه؟ چه دوره‌ای رو باید ببینه؟ چی باید ببینه؟ آره آقا چه سوال سختی. شما رو در یک بلک هول انداختم. آیدی تلگرام بگم ایوه تبلیغ آیدی اون وسط اگه خواستید برید ICPC سوال میتونید بکشی و آشپز پیام بدید. سفر برید. آیدی سفر این پایین میذارم. ولی جدا به نظرتون چیکار بکنم؟ کاری که میکردیم که کانتست میدادیم بعد میرفتیم همون سوالا رو چیزی که بلد نبودیم و اونم تک و توک شد. خیلی منظم کار نکردیم، آبسالو میکردیم سوالایی که تو کانتست بود و بلد نبودیم و بعضیاشو میرفتیم حالا اگه لازم بود یاد میگرفتیم راهشو میسوزوندیم دیگه. پس این روش شما بود. الگوریتم خیلی زیاده، واقعا زیاده. الان که شیوه میگفتی
یه لحظه تو ذهنم اومد و واقعا زیاد بود. ما اولش که المپیادمون تموم شده بود فکر می‌کردیم اکثر الگوریتم‌ها رو بلدیم و بقیه مهم نیستن اینا، ولی الان که اونجا بود که فهمیدید سخت در اشتباهی. اصلا دنیای الگوریتم ته نداره، کلی الگوریتم دیگه هستش که واقعا کاربردی ان و مثلا میشه سوال ازشون ساخت. که اینطور CPHP رو پس پیشنهاد نمیدید به بچه‌ها؟ What؟ جدی؟ کتاب CPHP رو ندیدید؟ جدی دارید میگید؟ باورم نمیشه. cpalgorithm.com میشناسم فقط. نه دیگه اون سایت قشنگیه خودش. آره. خب ولی یه دونه کتاب هست کامپیوتر پروگرامینگ هندبوک فکر کنم. خب بعد یه تعداد خیلی زیادی صفحه هست PDF. خب PDFش هم داره اصلا. بعد این پر الگوریتمه. ابوالفضلی توش الگوریتم چیده شده، الگوریتم گراف، الگوریتم نمیدونم استرینگ، الگوریتم فلان، الگوریتم نامبر تئوری، هر الگوریتمی که بگید توشه. خب ندیدم. من خیلی برام عجیب بود که ندیده بودید. داره من خواستم بگم اونو پیشنهاد بدید که به نظر، ولی من اگه باشم اونو بهتون پیشنهاد میدم. اگه میخواین الگوریتم بخونی چیز خوبیه، یعنی هم الگوریتما رو داره، همین که خیلی سامریشونو گفته، خیلی خلاصه وار همه رو گفته و یه تیکه‌ای هم از کداشونو داره. برای کسایی که میخوان الگوریتم یاد بگیرن به نظرم چیز جالب. آره خلاصه که این بود از ICPC. بریم بیایم با بخش بعدی در خدمتتون هستیم با آشپز و کشی. خب بچه به بخش جدیدی که برای آشپز و کشی تعبیه دیدیم خوش اومدید. خب توی این بخش من یک معما بهتون میگم، شما 1 دقیقه وقت دارید که اینو حلش کنید. خوبه. اوکی. معما سختی هم نیست و امیدوارم که معما رو نشنیده باشید. مثل چیستان یعنی؟ نه چرت نیست، الگوریتمیه. آره از اینا که دشتی میگفت. اوه یه شاوت صدرا دشتی با سلام‌های معروفش، حالا دیگه اینجا نمیگم ولی خب آره. خب آماده اید دوستان؟ بریم. همه چیتون اوکی؟ بذار کار تیمیه یا کار تکیه؟ کار تیمی هم میتونید بکنید دیگه، برای همین گفت اگه 1 دقیقه به نظرتون کمه براتون زیادم هست. 2 دقیقه جدی به نظرم. نه 2 دقیقه. نمیدونم من براتون 1 دقیقه با 20 ثانیه اعمال میکنم. خوبه؟ خب باش. 1 دقیقه و 20 ثانیه وقت دارید. من اول سوالو بهتون میگم، بعد 1 دقیقه و 20 ثانیه‌تون شروع میشه. باش. اوکی. سوال از این قراره دوستان. ببینید ما یک پلی داریم خب که روی رودخونه است. 4 نفر این ور پلن میخوام برن اون ور پل. هدف اینه. این که قایقای ظرفیتی دارن. نه بذار بگی آخه. بذار بگم. آره بذار ناراحت میشم. بعد خود این پله خب میتونه حداکثر 2 نفر رو خودش نگه داره. پل در لحظه آره 2 نفر میتونن روش باشن. بعد هر کدوم از این آدما یه متغیر متفاوتی دارن رو خودشون. یعنی چی؟ یعنی هر کدومشون یه سرعت متفاوتی دارن و از این ور پل به اون ور پل با یه سرعت متفاوتی میرن. خب مثلا یکیشون توی 1 دقیقه میره، یکیشون تو 2 دقیقه میره. خب الان آخر حالا سوال بهتون دقیقه‌اشون هم میگم. بعد هدف اینه که شما اینا رو با کمترین زمان ممکن ببرید اونور. در مجموع زمانشون کم نمیشه. آره. خب بعد حالا نکتهش چیه؟ نکتهش اینه که اینا یه چراغ قوه دارن و شبه. خب اوکی. و این چراغ قوه باید همیشه دست اون کسی که داره از اینجا رد میشه باشه. یعنی مثلا 1 متر جلوترشون رو روشن میکنه. بعد اینا مثلا اگه دارن رد میشن باید با هم دیگه این چراغو ببرن. یعنی اگر 2 نفر دارن همزمان میرن اونور، این چراغ قوه باید دستشون باشه و اگر مثلا یکیشون تو 4 دقیقه داره راه میره، یکیشون داره تو 3 دقیقه راه میره، اینا چون با هم دارن قدم برمیدارن دیگه در مجموع 4 دقیقه قدم برمیدارن. آره. اوکی میشه زمان ماکسیمم اون طرف. آره. بعد آره دیگه خلاصه سوال همینه. حالا شما باید بگید که کمترین مقدار زمانی که اینا رو میتونید از اینا ببرید اونور چقدره. حالا هر کدوم از اینا مقدار زماناشون به این ترتیبیه که من بهتون میگم. خب که چقدر طول میکشه از اینجا تنهایی برن اونور. خب توجه کنید که اگه 2 نفر بخوام با هم برن، اونی که زمان بیشتری داره. آره. خب اولیش 1 دقیقه است، دومیش 2 دقیقه است، سومی 5 دقیقه است و چهارمی هم 10 دقیقه است. 1 تا 5 برو زمانتون رو زدم. فقط هم یه سابمیت دارید بچه‌ها. سابمیت غلط نمیپذیرم. 5 بر برگردونه. تاش 5 بر برگرد. چی برگرد؟ چه برگردونه؟ نه.
این دیگه خیلی از این منطقی تر نمیشه. بچه 1 دقیقه و 20 ثانیه واسه یک پنجره رو برد. من بهتون 1 دقیقه بیشتر میدم. باشه آره برو بریم. آقا پرسیدم حاجی 19 جوابش داره الکی ایسکم نه نیستش. میشه 15 1 و 2 با هم میرن میشه 17 داریم. همین حساب خب بچه‌ها می‌کنیم. جواب نهاییتون چیه؟ واسه شاید ما اشتباه محاسبه کرده باشه ولی زمانتون واسه تمومه. 16 هم میشه. بگو 16. بگو چند بود؟ تاشو مثلا. بگو یکی چند بار میبریم؟ بگو اعتماد کن حاجی. 17 درسته. قوی. یه دست ستایی بدیم. دست سته. یه دست قوی. حالا من اون وسط یه ذره بهتون زمان اضافه تر هم دادم، یه آره. هولوش 20 ثانیه. آره ولی خب قوی بود حقیقتا. زمان رو ببریم 3 دقیقه. اینکه تو 3 دقیقه واقعا جمعش کردی خودش قوی بود، یعنی خوبه. فکر نمی‌کردم. و این بود از چالش امروزمون، جوایز این دوستان. به آخ جون. بنازم اون یه دونه از اینا رو بده، حالا اونم حالا اون یه دونه شو بنده خدا بده، بعد اونو با هم باز کنیم. اونو با هم باز آره. می‌کنیم. ببینم چیکاره اید. یکی شکلاتش رو برداری که جایزش بخوریم. بذارید ببینیم توش چی. آره بخور، چرا که نه. آخ جون بنازم. ببینید بچه‌ها ما آدم‌ها رو گشنه میاریم سر قوی. آقا اونو جدی باز کنیم اساسیش چیه؟ من بچه کنجکاوی هستم. توش چیه؟ بکشم رو این. استعمال؟ نه اوکی. خب نه آشماش. چی داریم این تو؟ باز شود دیده شود. میتونی روبرو دوربین خودتون بلکه. بگیرید. حالا نه دیگه اونقدر بری جلو، ولی اونو میگیره. آره بنازم. خب بیاد دستتو بگی زیرش، من باز میکنم بیافته دسته. بریم اونورتر میکروفون جلوش. قوی. این ولی اگه باز شد. تونستی باز کنی چرا هیچ چیز بابا هیجان درست. انگیزی نداشت. خب بریم آقا. ها بریم مرحله بعد. بنازم. فکر کنم مستقیم قرار هیجان زده بشیم ولی نشد. مرحله بعد اگه بتونی باز کنی اول فضلیه. بابا بازش کن. آقا ASMR نیست جدی اینجا. جدی یه ASMR رو اون نشه. بی‌نظیر. اینا بعدا حاجی گیف میشه ازت. ASMR گیف میشه. حاجی یه دونه چیزم داره فکر کنم. یه- راهنما. بمب. بچه‌ها این از جایزم. بریم بیایم. ما بیا این دفعه بریم بیایم با هم بریم حاجی. باشه. یه بریم با دست چپ یا راست؟ راست بریم. بریم بیایم. به بخش بعدی خوش اومدید دوستان. بخش جدید دیگه ای که دوباره بخواد به افتخار کشی آشمز اضافه کردیم. البته خب چون 2 نفرن بدیهتاً. بخش کی بهتر است. خب کی بهتر از تو که بهترینی. توی این بخش به دوستان یه دونه این بیلبیلک ها دادیم. بیلبیلکتون رو نشون میدید آیا؟ منم یا کشی. آره توی این بیلبیلک ها اینجوری که من یه سوال میپرسم، شما باید بگید که توی اون زمینه کی بهتره. مثلا آشمز میگه که آیا من بهترم یا کشی بهتره. کشی بهتره. آره کشی هم همون لحظه همین جواب به ازای خودش و آشمز میده. خب بریم با سوال اول شروع کنیم. اولش خیلی بدیه. کی هم تیمی بهتریه؟ فکرشو میکنم. کی کوردینیتور بهتریه؟ عجب. کی پیاده ساز بهتریه؟ کی حل کننده بهتریه؟ کی بهتره؟ خب نمیشه اینطوری بدیم. نه آخه خیلی این سوال باید بگی بزرگیه. سوالهای چالشی، سوالهای زرد، سوالهای کثافت حاجی. اصلا آدم دیگه حاجی درست نیست آدم خودشو نگه به این سوال. ها اصلا درست نیست آدم خودشو نگه به این سوال به نظرم. احسن. خب کی معلم بهتریه؟ حاجی نمیدونم. بابا بی خیال. چجوری نمیدونی؟ کی معلم بهتریه؟ سوالای زرد و چالشی. کی سریعتر میفهمه؟ این مبحثیه مثلا رندومیه. 100%. جدی؟ بنازم
مثلا درس دانشگاه است کشید همون دقیقا همین است. دوستای دانشگاه. آدم باید تعریف میکنه. خب کی قضایی تره؟ اونقدر قضایی نیست. جدی؟ اسکیل. تا دیدی آجی سریع. کی خفن تره؟ سواله زرد و چالشی. تو برعکس بس. گرفتی هاشی فکر کنم. میدونم همون. کی گیم بازتره؟ گیم بچه گیم های ویدیویی منظورمونه. خب خوبه. کی ورزشی تره؟ بنازم ساچه واو. کی رقیب بهتره؟ آها واستا من ورزشی رو فکر کردم شرکت در ورزش. ورزشیه دیگه. اوکی. فن ورزشی یا ورزشگاه شرکت در ورزش. کی فن ورزش بهتری؟ حالا که سوالش شد خوبه. پس تو نیتشو داری ولی عملشو خیلی نداری. خوبه. منم همینجوری هم دوست. نه البته من فوتبالینا میرم. آره خب هیچی. کی رقیب بهتریه؟ توی عملی منظورم بچه‌ها، برنامه‌نویسی داستان. اخیراً خوراکی رای خودم نبودم. ولی به عنوان اگه میخوای به عنوان یه رقیب نگاه کنی خودت ها یه رقیب ترجیح میدی بهتری رقیب یه هستی. نفر دیگه خودت باشی. آره ترجیح میدی خودت رقیب خودت باشی به عنوان یه کسی که خیلی خفنه یا مثلا کشی رقیبت باشه؟ حالا رقیب آخه رقیب کردن خود کش- که نمیتونی بگی. تو یک رقابت کدوم بهتره مثلا؟ نه دیگه خودم منظور کدوم اینه که مثلا فرض کن رقیب‌تره؟ انگار تو انگار ویلن باشی. خب نه من فکرم مثلا روحیه رقابت. ویلن بهتری میشی یا مثلا تو ویلن بهتری میشی؟ منظور اینه. ویلن حالا بهتر. ویلن که ویلن نیست ولی خب من ویلنم. ای والله بد بوی. کاش اینو نمیگفت. چرا؟ چه سمی بود. کی خواننده بهتریه؟ جدی؟ What؟ من دیدم که چطور What ممکنه؟ is going حالا on؟ روم نمیشه. آجی یه روز کی یه وایس بیشتر با- واسه بگم یه روز یه صبحی یه وایس واسه من فرستاد و من ترانه و من پلی جدیدی کردم بود. و گفتم و خب چه آهنگ زیبایی. بعدش گفت خودم خونده بودمش و من واقعا پشمام ریخت. به نظرم بر ما یه دهن نمی‌خونه. نه من به اون فکر من خجالت میکشم. خیلی خوب بود جدی. اصلا من اصلا متوجه نشدم که خواننده اصلیش نیست. قبول. پس آره. کی با هنر ارتباط بیشتری میگیره؟ جدی؟ آره بابا. به نظرم نمیدونستم حقیقت دربارت این چیزا رو. کی با ادبیات ارتباط بیشتری میگیره؟ ادبیات پارسی. شاید سختش کردی. خیلی هیچ سخته کدوم. واقعا. شعر در و کل اینجور ادبیات داستانا. شعر و شاعری نه آجه هنر که نیم فاصله میذارم تو فهم. باریکلا نیم تو هم؟ فاصله فوراور. هر ستامون. من یک بچه نیم دست فاصله ستایی. باز هستم. یه دست ستایی برای نیم فاصله بدیم و این بود از بخش آخر. میریم به بخش بعدی میرسیم. بریم بیایم رسیدیم به بخش شخصی، سوالهای شخصی در واقع. یک سری سوال میخوام ازتون بپرسم، میزان شخصی بودنش زیاده، اوکی. ناراحت که نمیشید. نه این هرچند جواب نمیده. قبوله؟ باش. اوکی. قبول. بزرگترین شکست زندگیتون چی بوده و چجوری باش برخورد کردین؟ یکتون شروع کنه و بگه. این که تیم نشدم. جدی؟ چجوری باش برخورد کردیم؟ برخورد خاصی نداشتم. جدی به همینجوری مرور کنار 4-5 ماه افسردگی مزمن داشتی؟ نه یعنی؟ افسردگی نداشتم. همینجوری به مرور زمان پس آره دیگه. بنازم. تو چی؟ من هم تیم نشدم. تو که تیم شدی؟ من یه سال تیم نشدم. آره. سال اول تیم نشدی یا سال دوم؟ سال دومم تیم نشدم من. این خیلی پینه. آره خیلی این واسه هم قطعاً خیلی پینفول پینه. نبود چون که درس نخونده بودم. آره. سال اولت پس طلا شدی؟ سال اولت اولم با کی؟ یعنی هم تیمیت کی بودن؟ با سفر، شاهدی خب. و کاوی. فکر کنم کاویانی 2 تا بالاترت شده تو رنگ. آره توی چی؟ تو رنگ چی؟ رنگ آیو. آه نه. فقط کشیدم. من طلا شدم. اونا اینطور شدن که کاوی نقره 3 شد، شاهدی و سفر نقره 5 شدن. خیلی منطقی. نزدیک بودیم به یه 4 تا سری طلا. ولی یه اختلاف کوچیکی داشتی با یکیشون. نه حالا من شاید لب مرزی که طلا نشدی. 21 بودم.
لب مرزی محسوب میشه. نه سیتاست. نمیدونم نمیدونی تعریفت از لب مرز چیه ولی آره گفت لب مرز سفر شده که آره. لب مرزی اونا نقره شدن. سفرم یه سال کلا 2 سال رفته بنده خدا. یک شاوت اوت بدیم به علی سفری. جدی علی سفری که میاد اسم میبریم. آره که اینطور. آره بزرگترین سوتی که تو زندگیتون دادین چی بوده؟ من سوتی دلتون بخواد داشتم حقیقت. سوتی بذار فکر کنم احتمالاً تو ولی برگردم به کودکی. سوتی بدیهی نداری بگی برامون؟ یادم نمیاد. جدی؟ خب پس بذار من سوال دیگه میپرسم در حینش به این سوتی هم فکر کنم. باش. یه توصیه یا درسی که تو زندگی گرفتین چی بوده که براتون تاثیرگذار بوده؟ چقدر عمیقش کردی بابا. اینجا باید که فکر کنم لایف لسنز ها رو یاد بگیریم. پس این تیکه رو براتون فست فوروارد میکنم تا اینا به یه جواب برسن دوستان. بریم برای فست فوروارد. 6.5 hours later. دوستان ما بعد از فکرهای زیادی که بچه‌ها کردن رسیدیم به سوتی و توصیه‌شون. اول سوتی رو میخوایم بگیم یا اول توصیه رو میخوایم بگیم؟ میخوایم اول سوتی رو بگی چون سوتی به کار ما نمیاد بعدش ذره عمق. اول توصیه رو بگیم که بعدش بعدش سوتی رو بگیم چیز بشه جواب از چی دوباره. ها باش قبوله. اول پس توصیه رو بگید. توصیه الان میگه توصیه یادم توصیه 600,000 ساعت دارم فکر میکنم. خب بگو. چیز خاصی نیست. در لحظه زندگی کن. ایول. به چه معنیه؟ هر کار دوست داشتی بکنی. خوبه. فردا نباشه. آره. شما چی؟ من یه توصیه اینه که همیشه قدر فرصت هایی که در اختیارت قرار میگیره بدون. و یه توصیه دیگه هم داشتم یادم رفت. خوبه. حاجی من الان اینو گفتی یه بیت یادم اومد. هرگز غم 2 روز من رو یاد نکرد، روزی که نیامد است و روزی که گذشت. خیلی قوی بود حاجی. اشکایی چقدر من تو یه 5 ثانیه حاجی براتون بیت گفتم. نیم ساعته دارید فکر میکنید تو توصیه. خب سوال اهل ادبیات و اینا وقت خودت. نه اونقدر من یادم اومد توصیه دوم اهل جدی این بود که تجربه کن. آره و سومی هم اینه که به توصیه های بقیه گوش نکن. 2 تا توصیه دیگه هم چرت بود. خب بزرگترین سوتی که دادید چی بوده؟ یه بار من یک هفته امتحانات بود و مثلا تو اون هفته من 2 تا امتحان داشتم. در مجموع هفته مثلا 3 شب خوابیده بودم شاید و خیلی وضع داغونی داشتم و به زور بیدار بودم. و یه بار و موقع برگشت از دانشگاه بود با یکی از دوستام موقع با ون میرفتیم هم مسیر بودیم و نشسته بودیم تو ون و من داشتم پیاده میشدم و به جای اینکه پولو بدم به راننده با دوستم دست بدم پولو دادم به دوستم و با راننده دست دادم خدافظی کردم. بمب راننده نزد زیر گوشت بگه یه دیوونه میدونه هست. خیلی منطقیه که اینطور. آره شما چی؟ اینا به والله از خودشون دارن در میارن. ابوالفضلی میتونم بگم بعد از 30 ساعت فکر کردم بازم نتونستم پیدا کنم. نه این درسته. جدی؟ آره. تکذیب نمی‌کنی اشکان خطیبی. خوبه. خب یادش نه چرا. خب ما با یه استادی ریسرچ می‌کردیم، حالا می‌کنیم. بعد توی پوشه‌ای که فایل‌های مربوط مقاله و اینا بود یه چند تا آهنگ پاپ که مال ماما بود آپلود کردم. من نوتیفش هم دوستم که رفت حالا استادم رو نمیدونم ما هم 100% دیداریم. نازم قوی بودیم خیلی قوی بود. چی دارید ریسرچ کنید؟ همون که میدونید جدی؟ ایوه فهمیدم منطقی. خب بعد یه دونه خاطره قرار به اون بگی دوستان که با آشپز شروع میکنیم. اوکی. خاطره این که میخوام خاطره مرحله 2 دهممو بگم. خب که مرحله کامپیوتر و ریاضی و هر دوشو دادم هیچ کدوم قبول نشدم. جدی؟ هر دو رو اعتراض دادم. و همون سال کرونا بود با تأخیر برگزار می‌شدن از اونا.
کامپیوتر مثلا شهریور بود، ریاضی بعدش یکم زودتر. بعد روز قبل از فاینالای کامپیوتر نتیجه اعتراضم اومد و گفتم که آقا تو با اعتراض قبول شدی میخوای بری یا نه؟ گفتم که آره چرا که نه. کلا من بودیم و یکی دیگه علی امینیان، ما رو تو فقط اعتراضم قبول شد. آزمونو دادیم و من تاشم برنز شدم. حالا این گذشت، فاینال ریاضی بعد اینا بود و قبل ریاضی هم زنگ گفتن آقا اعتراض ریاضی قبول شد. و نکته اینجاست که تو چند سال اخیر قانونه که دوره تابستون فاینالای یک رشته رو انتخاب کنی بری، ولی تو این مورد من چون حق انتخاب نداشتم، مثلا اگه می‌خواستم انتخاب کنم قطعا کامپیوتر رو می‌رفتم. آره. ولی خب جفتش اجازه دادن. ریاضی هم اجازه دادن. نه که رفتی اونجا مدال آوردی. خدا ناراحت میشم. اونم میگم حالا افسردگی میگم خودش. خب ریاضی ها رفتم. ترکیبیاتو دادم، خوبم ندادم وای که ترکیبات بلدم. هندسه رو که یه ساعت اول بل کردم رفتم مدرسه هم یه کانتست میگرفت اون دادم. اهمیت میرسه. آره. خب بعد اون دوتا دیگه‌ش هم یک یا دوتا دیگه مونده بود اصلا نرفتم. حالا یه قانونی بود که آزمونو انصراف بدی دیگه مدال نمیگیری، ولی اون سال چون خیلی دیر برگزار کردن تاش به همه مدال دادن. تاش هم لوح کامپیوترمو ندادن. احسنت. که اشتباه سیستماتیکی پیش اومده بود، من لوح ریاضی گرفتم. منطقی هم نداره. جیزس. الان یعنی مدال داری برای ریاضی؟ یه کاغذ دیگه، حالا نمیدونم این معتبر هست یا نه. یعنی الان اگر مثلا بریم تو مدالای اون سالو ببینیم تو جزو لیست اسم مدال برنزش هستی مثلا. توی لیستی نبودم. خیلی عجیبه خودش. پس بچه‌ها یادمون باشه که آشمز مدال برنز ریاضی هم هستش. در یک سال هم ریاضی گرفت هم کامپیوتر، خودش دستاورده. این دوستمون علی امینیان که گفتم رفیقی بودیم از قبل، این رو المپیاد ریاضی بوده، خودش ریاضی قبول نشد کامپیوتر اومد. این عملی‌ها رو 2 روزش اومد خیلی سخت بود واسش، الگوریتم ها اینا رو بلد نبود. روز سوم شک داشت بیاد یا نه. و روز سوم صندلیامون کنار هم بود. ما یه قراری گذاشتیم من سوالا رو بخونم، اگه میشد نمره بگیره لایک نشون بدم، مثلا اگه نمیشد دیسلایک نشون. من رفتم دادم و دیدم سخت بود، خواستم بهش بگم بره ولی علامت اشتباهی دادم. مورد و تهش هم 9 نمره گرفت. حالا سوالی گرفت کد یه انتخاب رو باید میزد، اینورس داشت، اینورس بلد نبود. طرف برشه بود تا 10⁻9 فور زده بود با 1000 بدبختی کد انتخاب زده بود. بنده خود نیم ساعتش راه میگرفت. اومد بیرون گفت این که خیلی سخت بود. حالا چه علامت اشتباهی، مثلا یه لایک و دیسلایک و دیگه چه اشتباه؟ نه علامت مسخره گذاشتم اشتباه مثلا اینجوری نشون اینجوری کردم فلانه، مثلا وسط آزمون خارج گرفته خارونده. عجب خیلی جالب بود واقعا که نمرم گرفته واقعا. این پشمه خود خیلی جالب. کشی تو چی؟ من فکر کنم متاسفم بابا یه خاطره بمب از آی سی پی سی بگو. خاطره بمب از آی سی پی سی سر تیم چه همش غم. جدی خاطره بمب. یه خاطره خیلی غم انگیز. خیلی غم انگیز. جواب برامون تاریک کن. آره ما آخرین باری که رفتیم سفارت برای ویزا رفتیم اونجا و ما دوباره فرممون رو پر کردیم و گفتیم که ما ویزا میخوایم، ولی این دفعه چون خیلی نزدیک بود خیلی اصرار کردیم و گفتیم که ما خیلی اینو میخوایم و اونجا فضا رو احساسی کردیم. گفتیم که ما 1 سال تمام تلاش کردیم و تمام عمرمون رو گذاشتیم 1 سال روی این مسابقه و خیلی واسمون مهمه و از تمام دنیا دارن میرن تو اون کشور آزمون بدن ولی فقط ما رو دارید نمیذارید. یارو برگشت صورتم نگاه کرد گفت تو هنوز جوونی، از سیاست چیزی نمیفهمی. آره گفت بهتون ویزا نمیدیم. بعد میگفت حاجی برو اسم کوچه رو عوض کن، خیلی قوی. اگه اسم کوچه رو عوض کردی بهت ویزا میدم. خیلی قوی بود اگه اینو میگفت که اینطور.
حرف آخری ندارید به مخاطب. بعد میخوایم بریم قسمت بعدی و قسمت آخرمون، پاکت نامه ها. حرف آخری ندارید که در این لحظه بخواید یه بزنید؟ چیزی یادم آمد، همین رئیس جمهور مصر هم رئیس جمهور یکیه. واو چی شده؟ مرگ آقای رئیسی هم بعدش از طرف مصر اومدن ملاقات کردن و تسلیت گفت. بله. پس فقط با شما مشکل داشتم. اصلا خیلی خوب بود. خیلی خوب. پس اگه حرف دیگه تسلیت میگه اون پشت نداری نظر داستان دارم سانسور کردن. حل سلطان ادامه میدیم. پس بریم بیایم با بخش پاکت نامه در خدمت شما هست. خب بخش آخر در خدمت شما هستیم، بخش پاکت نامه ها یا 2 تا راست 1 دروغ. ولی خب اینجا چون 2 نفر هستن ما 4 تا راست 2 تا دروغ داریم که حالا قراره به ازای هر نفر ببینیم چیا گفتن و تشخیص بدیم دیگه. امیدوارم حداقل یه دونه‌شون رو ببازونم، یه دونه‌شون. آره خب میشه بچه‌ها پاکت ها رو بهم برسونید ببینم داستان چجوری هست. قراره که یک لحظه من کادک خانو میذارم بغل با تشکر. نیفتی کادک خان. خب ببینید دوستان 3 تا پاکت، تو هر کدوم 2 تا برگه است. یکیش برای کشی، یکیش برای آشمز. آشمز کدوم برای توه؟ بنفشم. بنفشی. اوکی. خب ما اول بنفشا رو در میاریم ببینیم بنفشا قراره ما رو در بیارن یا ما قراره این کم آبیه بنفشا رو در بیاریم. منطقی. پرستاری بچه هم پس جزء ویژگیات هست. خب چیزای سختی نوشتی یا نه؟ بذار بخونم. اولش اینه که دروازه‌بان تیم پایه پرسپولیس بودم. بله. دومش چیه؟ این چیه؟ بچه بودم. بچه بودم ون زیرم گرفته. با وحید قیلیش سلفی دارم. آجی این خیلی سخته خودش. یعنی کدومش بهت نمیخوره؟ دروازه‌بان تیم پایه پرسپولیس بودی، بچه بودی، ون زیرت گرفته. زیرت گرفته یعنی هر روت رد شده دیگه بیشتر نمیگی. باش نشد گی گولت بزن. با وحید قیلیچ سلفی دارم. خب به نظر شما کدومش تو بوده؟ در برنامه بعدی میبینید. نه بذارید ببینم. الان بچه بودم ون زیرم گرفته به نظرم رندوم نیست ها. تو هم یعنی هیچ کمکی عجب یزیدایی من هستی. از کجا بدونم 2-1 ما رو اینجا انداختید. راست میگه. خیلی منطقی. دروازه‌بان تیم پای پرسپولیس بودم یه ذره بهت نمیخوره حقیقت. بجاش با وحید قیلیچ سلفی داشتن تو بچه بودی ون زیرت گرفته خیلی بیشتر بهت میخوره تا دروازه‌بان تیم پای پرسپولیس بودن. ولی حس میکنم که دروازه‌بان تیم پای پرسپولیس بودی ها. همشون که بودی دیگه. خیلی سخت شد دوستان. واقعا سخته. 10 ثانیه بهم وقت بده فکر میکنم الان بهت میگم. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. با وحید قیلیچ سلفی داری دروغه. نهایی آره بگم الان؟ آره. نه حدس دوم. حدس دوم. جدی حدس دوم بهم میدی؟ جدی داری میگی؟ همین بابا خیلی عزیزم. 10 دقیقه بهشون وقت دادم و یه دونه حدس دوم بهم نمیدن. دروازه‌بان تیم پایه پرسپولیس بودی دروغه؟ آره. دمت. اولش درست گفته بودم آجی. خب باش این بود از آشمز که آشمزمون کرد. چطوری فکر کردی آخه به قیافت نمیخوره ورزشی باشی ولی گفتم شاید بچه بودی مثلا یه داستانایی انجام دادی و اینجور چیزا بعد الان میخوای گولم بزنی باش. ولی لولای فکری
حاجی هیچی. خب سوال اول بذارید برای کشی‌ها رو میخوای بخونم. منم از جریمه یه دونه میخوام. دمت گرم. مشتی هستی یا پرتقال. خب اولش اینه که من یک بار تو جنگل‌های کلکچال گم شدم. دومیش اینه که نه حاجی بیخیال. دومیش اینه که من کوررنگی دارم. سومیش اینه که من 2 هفته پیش به کرمان سفر کردم. 2 هفته پیش به کرمان سفر کردی احتمالاً حقیقت چون مسابقه بود. خب ولی چون ازم پرسیدی یه ذره کرمانه به اینجا نمیخوره. خب نمیدونم اگه به خدا اگه این باشه اول فضلی ناراحت میشم. بعد دوتای دیگه اینه که من یه بار تو جنگل کلکچال گم شدم. این خیلی منطقیه. بعد کوررنگی دارم. این چه رنگیه؟ نمیگم. باید تو ویدیو ازش میپرسیدم. ببین عینک میزنی ولی دلیل نمیشه که کوررنگی داشته باشی. منطقی میگم؟ خیلی خب منطقشو پیش ببرم. میشه من عینکتو ببینم؟ نه عینکت چجوریه؟ چه افکت هایی داره؟ جدی داستانا جدی میخوای ببینم؟ آره بنازم قوی. بچه ها یه هینت هم دارم بهم میدن. کور شدم. ببینم نه هیچ رنگی تفاوتی نداره. شاید من یه ذره دارم احمقانه به کور رنگی نگاه میکنم. ولی خب من 2 هفته پیش به کرمان سفر کردم و به عنوان حقیقت در نظر میگیرم. کور رنگی نداری آجی. بگم الان؟ آره راست بود. بابا لعنه. کدومش غلط بود؟ حدس دوم. کرمانت غلط بود؟ نه کلکچال غلطه دی. بعدی کلکچال غلط بود. همشون تا 2 تا رفتم. خیلی خب پس ما رو قراره 2 برابر مجازات کنید. خب آقا مشتاق میشه مجازاتو بیاری برادر من. باز دوباره امین هاشمی و آقا سلام. بشین عزیزم. بشینم. آره بشین عزیزم. once again امین هاشمی دوباره داداش تو رو خدای آب برای من بیار. دادی دوباره. من میمیرم آجی من میمیرم. بدیهیه. بابا خب من کجا باید بدونم آجی یار کور رنگی داره یا نداره؟ تو کور رنگی چرا باید داشته باشی؟ بدیهیه داداش. اصلا آب نمیخواد. نزده میبری. بذار آجی فعلا من اولیمو بردارم. دوستان نمیافته توی ویدیو ولی خب گذاشتم تلطیف کنه. وای آجی کدوم دستم قراره استفاده نشه بعدن؟ دست چپم. تا عمر دارم این دست قراره تند باشه. مشتاق جان اجازه میدی ما بزنیم تو سس؟ به نظر شما اجازه داری بهم نمیدیم. ASMRش میکنی ها. خب دوستان تو سس هم زدیم. ببینید که آقا تو سس تنده. سس تند خوشم تنده. ساشو اگه زنده نموندم بابا قیافه نیا. دوستان این 20% قیافه. نه به اندازه چیز به اندازه اون نیست ولی به ما میدی تست کنیم. بله چکنه بفهم. رسم دیرینه برنامه است که خب قطعا ادا بود اون چهره امکان نداره. بریم آقا. نه اونقدر تون نیست آجی ولی واقعا داداش اصلا اندازه اتمی سس بزنید ولی اندازه اتمی که نیست قطعا. اندازه اون بغلی اتمی که نیست. خدایا شکرت جون سالم بده. شانس آوردی اتمی. شانس آوردی. دوستان من برم میذارم خودم میگم. دوستان این بود از آقا شاب یه کلمه یاد به به خوب بود واقعا. این بود از تنده این قسمت. بیا ببین دیدی نه ولی حال میاد خوبه ولی های آره تند خوبیه تندیش. آره ترس تندیش جون نیستش که آدم یاد پدر مادرش بیفته. و این بود از این قسمت. تا قسمت بعدی فعلا خدا حافظ شما. بای بای. اینو بگیر جدی. بنازم اینو میخوای اینو بگیر. بابا جدی دیگه من اون ورشو نمیبینم.
به چخ ببینیم. میخوایم بهشم من بزنم. او حاجی اینجاش از این چارلز دیکنزیا داره. بات ببینم مدل چیزاش چارلز دیکنزیه. اینجا یه تیکه آقا مشتبه در نقش گیریمور. مشتاق آقا مشتبه اینجا، آقا مشتبه اونجا، آقا مشتبه همه جا. خب حاجی میرسیم سراغ کشی. اینجا چیزی بعدی آها بود. من چیزی یادم اومد تو قسمتی که مدال و اینا یک کاپی میدن به تیم اول هر دانشگاه. جدی؟ آره یعنی مدال جداست اون کاپ جداست. بخش قبلی رو بگم که چی بود. بگو تو 15 ثانیه قرار بود که از کلمه آشپز 3 تا کلمه در بیاریم. تو 3 ثانیه 15 ثانیه اگه میتونی بگو. الان بگو. کلمه در بیاری. آره. نه با حرفای آشپز. اولش ازم. آها نه واسه باید حتما همشو داشته باشی یا نه؟ نه نه باید نه. آش. خب تمام. آش 2 تا، ماز سومیش ماز ماز. آفرین. یکی دیگه هم اگه شام. بتونید بدید باریکلا. باریکلا. بردیم راحت. خیلی بدی. الان این جزء ویدیو بود. اینو تو پشت صحنه میذارم. این قرار بود اضافه بشه دوستان ولی خب عوض شد بخش حقیقت. نه سکانس آخر اینسپشن رو بازسازی کن. اینو به چرخون و